سلام هموطن، سلام هم نسلم و سلام به تمامی بینندگان عزیز و گرامی. خوش آمدید به بزرگترین برنامه خیریه در افغانستان. آرزو داریم طاعات و عباداتتان به درگاه حق قبول باشد و از بارگاه خداوند منان می خواهیم تا برای کودکان عمر با ایمان، برای جوانان خوشبختی و سلامتی، برای مادران عمر طولانی و برای پدران عمر سرشار از محبت و صمیمیت، برای بیماران شفای عاجل، برای نیازمندان صبر و ایمانداری، برای ثروتمندان قلب و دست خیر و برکت، برای اسلام پیروزی و برای میهن عزیز ما صلح پایدار و آرامی را نصیب گرداند. الهی آمین. برنامه اشک و لبخند یکی از بزرگترین برنامه‌های خیریه در افغانستان می باشد که با حمایت‌های شما عزیزان توانسته است جایگاه ویژه‌ای را در سطح افغانستان و کشورهای همسایه به دست بیاورد. این برنامه با تدویر بزرگترین برنامه‌ها برای کمک به نیازمندان و با ارائه شفافیت از کمک‌ها توانسته است از شهرت و محبوبیت در میان بینندگان عزیز برخوردار باشد و ما سپاسگزاریم از تمامی حمایت‌های شما و اعتماد شما. همکاران ما برای رسیدگی به قشر نیازمند این جامعه و برای هدیه صدقات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان با تدویر بزرگترین برنامه‌ها به اعداد بیشتری نیازمندان میرسند. سلام خدمت بیننده عزیز برنامه اشک و لبخند به بزرگترین برنامه خوش آمدین. امروز میزبان 200 خانواده نیازمند هستیم که نمیفهم همکارا چی چیز ترتیب دیده. میخوایم معرفی کنم. باش تو مادر جان این طرف استاد شو ببخشی. از قبیل 6 بوتل مایع ظرفشویی، 1 بوتل روغن، 1 بوری آرد، 1 بوری برنج و 1 پاکت مکرونی یا 1 بسته که امروز 200 خانواده را میخوایم مورد کمک های شما قرار بدیم. تمام شما کارت دادیم، دستایشان تاپه شده. در اخیر برنامه هم کسی که دستش تاپه نبود یا کارت نداشت دیگه از همینجا باید رخصتش میکنیم که حق کسی خورده نشه. پس ما را تا آخر برنامه یاری کنین. ماه مبارک رمضان است و ما میخواهیم کمک های شما را در این شب روز ماه مبارک رمضان به هموطنان نیازمند ما برسانیم. پس تا تصویر و سخن ما را همراه باشین. خوب هستی؟ خیرتی جانه که جوره بیار حال پلاو بیار رو بیار در افطار هم شد دیگه شوایی دست پخته شو. خوب هستی؟ خیرتی است که در روز و روزگار چی حال داری؟ خداوند مهربانه قربان. اینه بیادر غم ظرفام خورده شده، عکسکای ما رو هم کدام زده خدا خیرش بده. مکرونی یگان روزی کس عاجل است. خب میمان که ناوقت آمد 20 رو بچکه 1 گلاس از ایده و جوش پرد اونش که از دیگه چی هستی؟ ایش برنج است. ای برنج است. ایشم روغن است. اوشم روغن است. آرده خیر ببینه شما رو خدا کم نکنه. خدا سلامت باشی. با عزت باشی. قربانکت با عزت باشی. سلامت باشی. زنده باشی. خب باش که بریم که دیگه کیها آمده از کجا مهمان آمده. سلام علیکم. روزه و نمازت قبول باشه. عیدت مبارک. عیدت مبارک قربان. بیا که عید مبارک. عید مبارک. پیام شریف داخل جا غازیا روزه و نماز قبول باشه. بخیر باشی. سلام علیکم کاکا یام شریف داخل جا غازیا روزه و نماز قبول. چی حال داری؟ صحتت خوبه؟ بخیر هستی؟ قربانکت. چی کاروبار میکنی؟ چی روزگار داری؟ یک خان هستیم. بیل میزنی؟ غریب هستیم، بیچاره هستیم، مگ نداریم. با تو باو کار میکنم. کار کدام نمیتانم. بی سفید شدی دیگه حالا کی کار ماندیم. داوود کدام حال نمیتانم. این وقت تنو کمو رو بسته کنم. پیدا میکنم برات.
چطور هستی کاکا؟ نه خود تو 7-8 رقم تاپه ما رام زدی، تاپه کفتر رام زدی، چی رقم حسابه؟ روی بچگی دیگه. این کدامش از ماست؟ خب این تاپه آدم است؟ این چی است؟ بابا این چی است؟ مارا نیش نزنیماش یا شاهین هستی؟ پیسه تا گرفتی؟ تو بگو تو چی کدی؟ تو چی نوشته کدی؟ قلب رسم کدی؟ یا الله. عاشق وقت چی بوده؟ نه نه در پالوش یا الله هم نوشته. تیمور خان. ما بخیر باشی. سلام علیکم. کاکا خوب هستی؟ سلام علیکم. ساعت دیگه ده. دوا پاکن پنسلی زیاد زد چطور خوشحاله. وطن ما به خاطر مواد غذایی یک ماه اینقدر خوش میشه، اینقدر لبخند میزنه. برای ما هم جای افتخار است که ما والا بالکل زلم یک دم خنده شو سوای باز که کور که خبر ادم چلیگی نه آدم مر شوید خدمت تشویق میاش که مناشد تالیک زره کارزاره کوتا گردم در جبه که مواری خلاصی براسیر پیچارو کلی دیدم وای وای واس می نشته که واس می نه سوال می نه تکاور بس خدای مهربان دیده په خیر سره استفاده تنه دونه وکړه قربان کی لا کلاس ژوند دی زخم دی کامیاب خوب هموطنان عزیزی بود برنامه امروز که برای 200 خانواده نیازمند و هموطنان عزیز ما از قبیل آرد، روغن، برنج، مایع ظرفشویی، مکرونی برشان تقدیم کردیم. پس از شما خداحافظی گرفته. اگر شما هم کمک دارین انشاءالله بر هموطنان عزیز ما برسه. ما در خدمت شما هستیم. 200 خانواده را کی هاست کجا کمک کرده همکار عزیزم بر شما معلومات شمیته و چی مقدار مواد خریداری کردیم، چندی خریداری کردیم، تمامش بر شما یادآور میشیم. این بود برنامه امروز. تا دیدار دوباره، خداوند یار و مددگارتان. هر جای باشین پیروز و کامگار و سربلند باشین. شماره را یادداشت کنین، زنگ بزنین. کمک داشتین ما در خدمت. شماره واتساپ روی صفحه میایه. تا دیدار دوباره، خداوند یار و مددگارتان. حامیان این برنامه
دارنده کد نمبر 3476 از سویدن مبلغ 25100 افغانی را، خانم موهین رضایی از هلند مبلغ 14800 افغانی را، دارنده کد نمبر 2121 از لندن مبلغ 17000 افغانی را، محمد داوود پویا از جرمنی مبلغ 25300 افغانی، بصیر رحیمی از بلژیم مبلغ 7100 افغانی، سیما محمدی از جرمنی مبلغ 10000 افغانی، قیس و عیسی از استرالیا مبلغ 8540 افغانی، محمد آشوری از سوئیس مبلغ 10000 افغانی، گلبودین جان از جرمنی مبلغ 7100 افغانی، قیوم سلطانی از لندن مبلغ 8300 افغانی، فامیل واحدی از کانادا مبلغ 7000 افغانی، شهناز نظری از جرمنی مبلغ 7100 افغانی، حفیظ صالحی از مالزیا مبلغ 8100 افغانی، زینت عبدالله از هلند مبلغ 7100 افغانی، زکیه نرگس عبدالقادر حیدری و عبابه رحیمی از سوئیس مبلغ 25500 افغانی، عبدالبشیر روزبی از سویدن مبلغ 8600 افغانی، دارنده کد نمبر 8388 از دنمارک مبلغ 4500 افغانی، فاطمه طاهری از سویدن مبلغ 8600 افغانی، فرشید کریمی از جرمنی مبلغ 10850 افغانی، سید مصطفی رسولی از نروژ مبلغ 10300 افغانی، عزیز احمد از بلژیم مبلغ 7250 افغانی، خانم اوتی از کانادا مبلغ 9500 افغانی، هارون فرمولی از لندن مبلغ 12700 افغانی، محمد ابراهیم از جرمنی مبلغ 44200 افغانی، زاکر امینی از جرمنی مبلغ 7150 افغانی، عتیق الله از کانادا مبلغ 5000 افغانی، سلیم برادر حواله شماره 335 مبلغ 5000 افغانی، ذبیح الله عباس از آلند مبلغ 8000 افغانی، امین علم از لندن مبلغ 15270 افغانی، مارینا غفوری از جرمنی مبلغ 7100 افغانی، سید علی موسوی از جرمنی مبلغ 7100 افغانی، حسین مددی از لندن مبلغ 15620 افغانی، خانم فریده از ترکیه مبلغ 6200 افغانی، سخی رضایی از جرمنی مبلغ 7000 افغانی، حواله شماره 13121423 از لندن مبلغ 8000 افغانی، بیبی عالیه امینی از بلژیم مبلغ 12800 افغانی، فرید الله از لندن مبلغ 8100 افغانی، احمد شاه صدری از استرالیا مبلغ 6400 افغانی، غلام رسول از استرالیا مبلغ 9500 افغانی، رضا محمدی از اتریش مبلغ 8100 افغانی، حسین حسینی از سویدن مبلغ 6250 افغانی، نظیر احمد رحیم زاده از هلند مبلغ 14100 افغانی، محمد حسین زاده از کانادا مبلغ 8400 افغانی، حواله شماره 6454 240 336 از آمریکا مبلغ 12500 افغانی، هما حیدری از کانادا مبلغ 16500 افغانی، سید جمال آقا از جرمنی مبلغ 18200 افغانی، فرید فضلی از هلند مبلغ 6500 افغانی، سهراب قیومی از اتریش مبلغ 4000 افغانی، امین جان از جرمنی مبلغ 7000 افغانی، ولی جان از جرمنی مبلغ 37650 افغانی، محمد محسن از استرالیا مبلغ 9300 افغانی، فریده سخیزاده از جرمنی مبلغ 14200 افغانی، رضا نوری از سویدن مبلغ 6500 افغانی، ضیا احمد سلیمی از بلژیم مبلغ 8100 افغانی، رضا قیومی از استرالیا مبلغ 5000 افغانی، جواد جان از جرمنی مبلغ 14500 افغانی، عزت الله بابکر خیل از لندن مبلغ 10900 افغانی، احمد خالد از لندن مبلغ 8000 افغانی، سید الله از جرمنی مبلغ 7150 افغانی، یونس یوسفی از استرالیا مبلغ 6000 افغانی، ابوذر از هلند مبلغ 7200 افغانی، خانم رونا رهین از کانادا مبلغ 12000 افغانی، فامیل های فرید از جرمنی مبلغ 7750 افغانی، صفی الله حبیبی از لندن مبلغ 17100 افغانی، عبدالمبین از جرمنی مبلغ 12500 افغانی، زهرا رحیمی از جرمنی مبلغ 11000 افغانی، بانو هما از جرمنی مبلغ 4500 افغانی، نیلا عزیزی از کانادا مبلغ 8950 افغانی، اجمل عظیمی از هلند مبلغ 27400 افغانی، زبی ناصری و پسرانش از سوئیس مبلغ 27100 افغانی، رقیه حسینی خانواده جان علی از استرالیا مبلغ 37500 افغانی، فیروزه شکیب از کانادا مبلغ 7150 افغانی، مبلغ 16000 افغانی را یک خانواده برای جستجوی پسر گم شده‌اش در کابل ارسال کرده بود. محمد الله ازبک از سویدن مبلغ 65200 افغانی، رشیدی صاحب از جرمنی مبلغ 7000 افغانی،
ظاهر رسولی از استرالیا مبلغ 14500 افغانی، دارنده یک کد نمبر 1476 از کانادا مبلغ 9000 افغانی، شیرین محمدی از استرالیا مبلغ 9000 افغانی، دارنده یک کد نمبر 4545 از لندن مبلغ 8000 افغانی، شگوفه جان از جرمنی مبلغ 7000 افغانی، رحمت الله از کانادا مبلغ 12000 افغانی، حدیقه احمدی از جرمنی مبلغ 7100 افغانی و میرویس تاجک از جرمنی مبلغ 14000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مجموعه کمک های صورت گرفته به برنامه امروزی مبلغ 1,02,800 افغانی می شود که 200 بوری آرد را برای 200 خانواده مبلغ 3,50,000 افغانی خریداری کرده، 200 بوتل روغن را برای 200 خانواده مبلغ 1,52,000 افغانی خریداری کرده، 200 بوری برنج را برای 200 خانواده مبلغ 2,16,000 افغانی خریداری کرده، 200 خرید ماکارونی را برای 200 خانواده مبلغ 74,000 افغانی خریداری نمودیم، 100 کارتن مواد شوینده را مبلغ 60,000 افغانی خریداری نمودیم، مبلغ 100,000 افغانی را برای 200 خانواده به هر خانواده مبلغ 500 افغانی نقداً پرداخت نمودیم، مبلغ 9500 افغانی را برای 3 اراده موتر باربری کرایه پرداخت نمودیم، مبلغ 16,000 افغانی را برای 8 کارگر غرض جابجایی کمک ها پرداخت نمودیم، مبلغ 15,000 افغانی را کرایه برای مکان برگزاری این برنامه پرداخت نمودیم و مبلغ 10,000 افغانی را برای چند تن که نیازمند به کمک های اقتصادی بودند پرداخت نمودیم که مجموع مصارف در این برنامه مبلغ 1,02,500 افغانی می شود.